خواهم نداری؟ داری به چی فکر میکنی؟ دارم به این فکر میکنم که آدمایی که اضافه وزن دارن موقع راه رفتن نفسشون کم میاد، موقع خوابیدن نمیتونن درست نفس بکشن، موقع عروسی و مجالسایی که دعوت میشن نمیتونن لباس مورد علاقهشون رو بپوشن، چون وقتی از ما مشاوره میگن بذاری فکر کنم. به نظرت چرا؟ شاید مشکل هزینه دارن. آخه به اینم که دارم فکر میکنم هزینه های ما نسبت به بایپس و اسلیب و پیکر تراشی شاید باید بگم 1/1000 هم نیست. به چی فکر میکنن؟ شاید مشکل اعتماد دارن. آخه هم جامون ثابته، هم داخل سایت بزنن درمان سب.ir که ما اولین کلینیکی